امروز اومدیم براتون چالش زرد اینستاگرامی انجام بدیم که ببینیم چه تعداد کی بیشتر میتونه بخوره. من میتونم بخورم یا علیرضا میتونه بخوره؟ شما هم میتونید بیاد بخورید. سلام، من علیرضا. سلام، منم آفتینم. اینجا سمزوله است. سمزوله 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 تو این قسمت از برنامه میخوایم براتون مارشمالو فرو کنیم. هر کی تعداد بیشتری فرو بکنه رکورد زده و میتونیم بفهمیم که بیشتر میشه به کی فرو کرد تو دهنش مارشمالو و گنجایشش در میاد دیگه. دستتون میاد. میریم براتون بخوریم. بفهمیم. 3 2 1 سمزوله. خب تو قسمت دوم، چالش دوم، میخوایم براتون 5 تا بیسکویت ساق طلایی بخوریم کویر. این ساق طلایی رو از کجا به ذهنم اومد؟ یه آقایی هستش که تو اینستاگرام خوب میخوره. حالا شده که ویدیوشو الان جلوتر براتون میذاریم. ویدیوشو الان براتون بذاریم ببینید. خب ایشون چالشش 1 دقیقه 5 تا ساق طلاییه. منم میخوام سعی کنم که رکوردشو بزنم، ولی احساس میکنم که انقدر کویر میشم که بعیده. تو پرانتز یارو تو 37 ثانیه خورد. راست میگه، اصلا یارو تو 37 ثانیه خورد. من که 2-3 دقیقه براتون هستم. بخور 1 من 1 دقیقه آلارم میذارم. نه آلارم من گفتم بزن. استاپ واچ بزنم. 1 2 3 این قهرمان در اینجا برای ما میخورد. کویر بود، کویر مز و اقلام کویر. برو وسطش مونده، جا کن. خیلی دلت آب میخواد نه؟ بخور خوبه. بده پایین. نمیدونم. چند تا داشت؟ 15. آره ریدی. یه دقیقه سرش گرده. بوده 2 تا مونده. من تمام کنم. این نشون میده که تو هیچ بحثی خوب نمیخوری.
مرغ تو کنم کلا نخوری. ترکشت جمع کن. چند دقیقه؟ ها تکنیک داشتی جمع میکردی که بیایی مثلا دونه دونه بخوری. آب نمیدم. آب نمیدم. بده پایین. آره پایین نمیده چرا؟ من چرا شرکت کنم؟ تو چه اصلا اینجا نشستی؟ چه پیشنهاد دادی؟ 2 دقیقه تمام شده ولی 2 دقیقه شد؟ 2 دقیقه شد. یکی دیگه مونده. تو حداقل 3-4 دقیقه باید بخوری. کسی با چای میخوره چقدر حال میداد. چند میزنی اینجا؟ متاسفم برای خودت یه ساق طلایی 2 دقیقه و 30 ثانیه 2 دقیقه و 30 ثانیه چوسی ناشتا به نظرت من زودتر میخورم یا آقا که 37 ثانیه اماده کرد؟ بریم آقا رو ببینیم. تو میدونی تو مثلا چالش کی بیشتر از همه طول میده بخوره؟ دهنم بچه زشته ولی خالیه. امیدوارم که قبول کنید. ولی زودتر تمام شد دیگه 2 دقیقه و 50. بریم که ببینیم من چند تا براتون تو بخور میفهمی. اومدم من براتون بخورم. نمیدونم اینجا میتونم بهتر بخورم یا نه. ولی به هر حال دفعه اول من بهتر خوردم. آدم جایی که خودتشو نشون میده رو مهم نیست. به نظر سخت میاد اونطوری که قیافمون رو دیدم ولی میخوام براتون بخورم. میریم شروع کنیم از خوردن 5 تا از این کثافت‌های عوضی. 3 2 1 ملات میشه تو دهنت. اصلا چی شد؟ فکر میکنه خیلی ساده است الان میره پایین و اینا. نه خیر تکنیک جدیدی رو میکنه خوردش میکنه این بازیکن. نمیدونم چه فرقی میکنه دقیقاً. خوب میخوری؟ نه بابا گنجایش دهن رو دیدی؟ کروکودیل لعنه چقدر باز نمیشه. خوب رفتی. 1 دقیقه رو تونستی؟ احساس میکنم نه رد شدی 1 دقیقه. آها 1 دقیقه رد شد. خب برو ببینیم. نه 2.50 دیگه بهتری 100%. من احساس میکنم آب دهنم کم بود این کار. خب خوب خوردی. خوب میخوری والا. همین بعد چیزی بود حتما سرم میکنی. بیا بخور. تموم شد بگو و بزن. خالی کنم و کامل. دهنتو پاکیزه کن. 2 تمام 1:46 حداقل 1 دقیقه کمتر خوردم. 1 دقیقه واقعا جلو بود. 1 دقیقه هم کم نیست. خیلی خوشحالم که تونستیم امروز هم یه محتوا برای شما تولید کنیم و فاخر واقعا. من فکر کنم یه 2 ساعت دیگه نه 3 ساعت دیگه بتونم بلوک سیمانی بدم بیرون نخودم. ترکیب مارشمالو با این ساق طلایی واقعا ملاته. دقت کردی همون چیزی که به نظر میاد خیلی سخت‌تر بود؟ به نظر من مارشمالو خیلی سخت‌تر بود. مارشمالو خیلی سخت‌تر بود چون شبیه توف میشد تو دهن. حالا من مارشمالو آخه نرمم بود. گفتم پیش خودم استراتژی من بالشی داشتم نرم میکنم میذارم تو مثلا صفر اصلا هیچ راهو نتونستم انجام بدم. 15 تا فکر کنم. نه تو کلا خوب نمیخواد. تازه با استراحت تازه فکر کنم 15 تا. ولی میگم تو که فقط کرده بودی نصفش بیرون بود. نگاه میکرد چون بالا میورد.
ولی میگم من نهایتا اگه به نظرشون اینجا باید سانسور شه، به نظر من اینجا رو بوق بذار، چون من دیگه بسته میشه تا 3 ساعت دیگه. اون ملتی که من خوردم همون کیپ کرد. خدا رو شکر واقعا واسه یه گوزیدن اینا رو سانسور کن. آره واسه یه گوزیدن من دنبال جا میگرده معدم. خیلی خوشحالم که این ویدیو رو تا آخر دیدید، چون اگر اینجا ویدیو رو دارید میبینید حتما ویدیو رو تا آخر دیدید. جواد خیابانی. و برای اینکه شما این ویدیو رو ببینید و بخندید، ما دیگه داریم هر کاری میکنیم، فرو میکنیم و کارهای مختلف. پس خواهشاً لایک، سابسکرایب، نمیدونم از اینجور چیزا رو شیر لطفاً انجام بدید. ویدیوها رو هم تا آخر ببینید. ممنون. خداحافظ. امروز اومدیم براتون بخوریم، من بخورم، علیرضا بخوره. به نظرتون شما هم میتونید بیاد برامون نفسم گرفت. 28